اتوبوس ناگهان ایستاد. راننده بدون اینکه مخاطب خاصی داشته باشد چند کلمه ای گفت، به زبانی که ژانین تمام عمر آن را شنیده بود و هرگز چیزی از آن سر در نیاورده بود. مارسل پرسید چی شده؟ راننده این بار به فرانسوی گفت که لابد شن راه کاربراتور رو بسته و مارسل دوباره به این سرزمین بد و بیراه گفت. راننده از ته دل خندید و خاطرش را جمع کرد که چیزی نیست، می رود و راه کاربراتور را باز می کند و دوباره راه خواهند افتاد. در را باز کرد. باد سرد به ماشین وارد شد و خیلی زود صورتهایشان را با هزاران دانه شن سوزناجین کرد. همه عرب‌ها صورتهایشان را در برنوس‌هایشان بردند و در خود فرو رفتند. مارسل داد کشید در را ببند. راننده برگشت سمت در و خندید. سر صبر از زیر کیلومتر شمار چند تا وسیله برداشت. بعد ریز نقش میان مه دوباره رفت سمت جلوی ماشین. ناپدید شد بدون اینکه در را ببندد. مارسل آهی کشید. خیال تخت، در عمرش موتور ماشین رو ندیده. ژانین گفت ولش کن. ناگهان ژانین از جا پرید. روی خاکریزها خیلی نزدیک به اتوبوس اشکالی پیچیده در لباس بی حرکت ایستاده بودند. زیر کلاه برنوس‌ها و از پشت دیوار حجاب‌ها فقط چشمانشان دیده میشد. ساکت. معلوم نبود از کجا پیدایشان شده بود. مسافران را تماشا می‌کردند. مارسل گفت چوپان‌ها. توی ماشین سکوت مطلق. تمام مسافران با سرهایی به زیر افکنده گویی به صدای باد گوش می‌دادند. باد در فلات‌های پهناور آزادانه رها شده بود. نبود تقریبی چمدان ناگهان ژانین را متعجب کرد. در ترمینال راه آهن راننده چمدان آنها و چند بسته را با طناب روی سقف بسته بود. درون ماشین در رفها فقط چوب دست‌های پرگره و چند زنبیل خالی بود. ظاهراً تمام مردم جنوب با دستان خالی سفر می‌کردند. اما راننده برگشت، همچنان سرزنده. پشت حجابی که او نیز صورتش را به آن پوشانده بود فقط چشمانش می‌خندیدند. خبر داد که راه می‌افتیم. در را بست. باد خاموش شد و صدای باران شن بر شیشه ها بهتر به گوش رسید. موتور سرفه‌ای کرد و بعد خاموش شد. مدت‌ها با استارت التماسش را کرد. بالاخره روشن شد و راننده با چند گاز فریادش را درآورد. با سکسکه‌ای بلند اتوبوس بار دیگر راه افتاد. از میان جمع ژنده‌پوش چوپان‌ها که هنوز بی حرکت بودند دستی بلند شد. بعد در میان مه پشت سر آنها از میان رفت. تقریباً بلافاصله اتوبوس بار دیگر شروع کرد به بالا و پایین پریدن در جاده‌ای که بدتر شده بود. عرب‌ها مدام این سو و آن سو می‌شدند. با این حال ژانین حس کرد خواب دارد بر او چیره می‌شود. وقتی مقابل او جعبه‌ای کوچک و زرد رخ نمود، جعبه‌ای پر از کاد هندی، سرباز به او لبخند می‌زد. مردد ماند، برداشت و تشکر کرد. شغال جعبه را پس کشید و ناگهان لبخندش را جمع کرد. حالا سرباز زل زده بود به جاده. مستقیم روبرویش را نگاه می‌کرد. ژانین برگشت سمت مارسل و جز گردن استوار او چیزی ندید. مارسل از میان شیشه ها مه غلیظی را تماشا می‌کرد که از خاکریزهای شکننده به هوا برمی‌خاست. ساعت‌ها بود که می‌راندند و وقتی صدای فریادهایی از بیرون بلند شد، خستگی هر شور و حالی را در ماشین خاموش کرده بود. بچه‌های برنوس به تن مثل فرفره دور خود می‌چرخیدند. میپریدند، دست میزدند، دور اتوبوس میدویدند. اتوبوس حالا میان خیابانی طولانی میراند که اطرافش پر از خانه‌های کوتاه بود. به واحه وارد میشدند. هنوز باد میوزید، اما دیوارها مانع دانه‌های شن میشدند. شنها دیگر جلوی نور را نمیگرفتند. با این حال آسمان همچنان گرفته مانده بود. از میان فریادها در هیاهوی بلند ترمزها اتوبوس مقابل طاقی‌های خاکی هتلی با شیشه‌های کثیف ایستاد. ژانین پیاده شد. در خیابان حس کرد می‌لرزد. بالای خانه‌ها مناره‌ای زرد و لاغر دید. سمت چپ اولین نقل‌های واحه نمایان بودند و دلش می‌خواست به سویشان برود. اما با اینکه نزدیک ظهر بود سرما شدید بود. باد او را می‌لرزاند. برگشت سمت مارسل و اول از همه سرباز را دید که به دیوار او می‌آمد. منتظر لبخند یا سلامش بود. از او گذشت بدون اینکه نگاهش کند و ناپدید شد. سر مارسل گرم بود. داشت میگفت که چمدان پارچه ها را کیفی نظامی و سیاه پایین بیاورند. آن را روی سقف اتوبوس گذاشته بودند. آسان نبود. راننده تنهایی به کار چمدان ها می رسید و حالا هم دست از کار کشیده بود. صاف روی سقف ایستاده بود تا نطق کند.
برای بردوزهایی که دور ماشین جمع شده بودند. ژانین در حصار صورتهایی که گویی آنها را از استخوان و چرم تراشیده بودند، کلافه از فریادهایی که از ته گلو برمی آمد، ناگهان احساس خستگی کرد. به مارسل که بی‌صبرانه با راننده حرف میزد گفت من میروم بالا. وارد هتل شد. مدیر، یک فرانسوی لاغر و اونق، به پیشوازش آمد. او را به طبقه اول راهنمایی کرد. از راهروی گذشتند که مشرف بر خیابان بود. به اتاقی رسیدند که ظاهراً چیزی نداشت جز تختی آهنی، یک صندلی که با رنگ سفید روغنی آن را نقاشی کرده بودند، یک اشکاف بدون پرده پشت یک پاراوان حصیری، توالتی که لایه‌ای نازک از شن روشویی‌اش را پوشانده بود. وقتی مدیر در را بست، ژانین سرما را حس کرد. سرما از دیوارهای عریان می آمد. دیوارهایی که با آهک سفید شده بودند. نمیدانست کیفش را کجا بگذارد، خودش کجا بنشیند. میبایست بخوابد یا سر پا بماند و در هر دو صورت از سرما میلرزید. سر پا ماند، کیف به دست. زل زد به رخنه‌ای نزدیک سقف که به آسمان باز میشد. شبیه درزی بود که تیراندازان پشت آن می ایستادند. منتظر بود، اما نمیدانست منتظر چه. فقط تنهایی خود را حس میکرد و سرمایی که به جانش نفوذ کرده بود و باری سنگین روی قلبش. در حقیقت فکر و خیال میکرد. تقریباً کر بود. صداهایی را که از خیابان می آمد و در میانشان ناگهان صدای مارسل نیز می آمد نمی شنید. اما دل داده بود به آن جوشش هیاهویی که از درز جاری بود و این صداها را باد از گشتن میان نقلها به وجود آورده بود. نقلهایی که در نظر او حالا خیلی نزدیک بودند. بعد گوی باد شدیدتر شد. صدای لطیف جوشش بدل به صفیر امواج شد. تصور میکرد پشت دیوارها دریایی است از نقلهای رشید و منعطف که در طوفان سفید شده بودند. هیچ چیز شباهت نداشت به آن چیزی که او انتظارش را میکشید. اما این امواج نامرئی چشمان خسته‌اش را شاداب کردند. ایستاده بود، سنگین، با دستان آویزان، کمی خمیده. سرما از کنار پاهای درشتش بالا میرفت. به نقلهای رشید و منعطف میاندیشید و به دخترکی که در گذشته بود.